بچه‌ها با یکدیگر جنگ کردن، کلینا قش قواق کردن. من همین اوچم و نگاه کردن بیزار شدم اخی. های ماشین گرم میکنم لباسات نپوشیم میریم. رجب علی ایبرانی. شما میدونی که من برای چی شما امروز جمع کردم؟ همین وقتی آدم 30 سال که میرفته، آدم کمتر پیر میشده یا در موی سری 38 سفیدی میدیده، هر فکر به سر آدم آمدن میگرفته. یک روز فکری مردم، یک روز دیگر فکری کسل شدم. خلاصه هر فکر به سر انسان میامد. میدونیم از شما یک خواهش دارم. من میخوام که شما بین هم دیگر با مهر و با محبت باشید، یکدیگر را عزت و احترام کنید، یکدیگر را حرمت کنید، یکدیگر را دوست دارید. هر زمان و هر لحظه و هر دقیقه از حال احوال همدیگر خبردار شوید. یار و برادری یکم نکنید. الان خصوص شما یک خواهر دارید. هر زمان من زنده هستم نیستم، هر دقیقه هر لحظه از حال احوال خواهرتان خبردار شوید. از زندگی خواهرتان پرسان شوید. بدونین چی بچه‌ها، من چی فکر کردم؟ میخوام که خانه‌ای که در آنجا که من زندگی میکنم، همین چهارخانگه برای بدرالدین دیم و شما روزی باشید. روزی مونجا. مغازینی که هست برای خواهرتان دیم. رحمت چیچم. اگر شما روزی باشید، ماشینی که نام گرفتم برای تو بچم. رحمت چیچم. بعد مردن من بین شما جنگ و جنجال پیدا نشود. بعد مردن من برای چیز خانه و در و ماشین شده، مهر و محبت شما، یار و برادری شما، فرزندای عزیزی من کم نشود. شما که روزی باشین، من سه چیز به هر سه شما تقسیم کرده شد. فرزندای عزیزی رحمت که شما هستین و بالای سریمون هم خیلی سرجا میشینیم، صحبت میکنیم. انشالله که همش خوب میشه. دروگی ما شما. بچه شما که هستین، ما همه وقت خرسندیم، سربلندیم. بله چجور؟ اوه سلام علیکم. و علیکم السلام. این کدام این باور کردی؟ السلام اینجی علیکم. خوبی؟ سلامتیت خوبه؟ حالات خوبه همتین؟ رحمت این ماشین نگرفتی بقوه چی دی با فکرم؟ من وقتش بقوه دونم. همین وقتی که ماشین گرفتی اگه ایکو اکا نه یک بار میپرسی که همین دوداری ما چی حال داره باور که تو که جودا میگردی اکا با فکرم پونی دیگه کار برو دا عرصو کتی گوش دودر جان، دودر اومد زنم که سازای چی گپه؟ با تلفن گپ تا گفته نمیشی؟ نه اخی این گپی تلفنی نیسته. باید تا که ما چند خونه داده گفته گناهگار شدیم و این اتدا ماشین داده اون ماشین تر اگر بفروشی سومی تای خونه میشه اونا دیگری جا مغازین داده یکا و ما هم زندگی داریم اخی. من همین اوچم و نگاه کردن بیزار شدم اخی. عذری زیاد برادر جانا که کمی هم باشد وقتی قیمت شما را میگیرم. اگر شما همین نوا را تماشا کرده باشین و همین گونه رولیک های تربیتی با شما پسند باشد، فراموش نکنید در کانال پادپیسات میکنیم، در نوار یک دونه لایک میمونیم، در کامنتاری حتما یک سخنی خوب مینویسیم و انشالله که با عید خوبتر و بهتر رولیک های تربیتی پیشکش میگردانیم. واقعی در پناه خدا باشین. یکا و ما هم زندگی داریم اخی. من همین اوچم و نگاه کردن بیزار شدم اخی. های ما هم کتی زنگی از زندگی را بینیم اخی بگیره بره با تو نگاه که اکا وای کنه گوش کن را چند روز شیده میجده؟ یک ماه شیده اگه میجده. یا ماشیده باشه روز چندمه؟ روز دهم. امروز دهم که باشه را اونا یکم ده میارمش بو بنمجره یگم ما اکا نبیار خونی ما نبیار گوش که اکا گوش که مرا توکل به خدا. اولی اونا خونی مغازین چی بگی باشا مغازین چی خود تلفن که بعد بیا عجب براش خونی ما نبیار اکا
توکل به خدا ما رفتیم دیگه. ها بچه جان کی اومدی؟ یا چند خفه شما دادم چجا این ما ماشین گرم میکنیم لباساتون رو پوشیم میریم. ما چوی گرمک دم کردم چرا بچه. باید میخریم بدون فکر بودیم با لباسا رو میپوشیم راست خونه ما میریم اونجا نیستیم. خب ما ماشین گرم میکنیم شما بیاین اونجا. مالا ما چوی میکنم. خب عجب این خالای توفا داری چه کمک که باشه. در حقیقت خالای توفا باور کنم باور نمیکنی. عروسی باشه بپرسیم چیه باشه. السلام علیکم. السلام علیکم. خدای توفابونو بخیر باشه. در اینجا من روسی گپ ای داخل ماشین شما را دیدم نگاه کردم من گفتم نباید خدای توفا باشه. تا جایی که من میدونم خدا جان شما خونه را هم داشتین، ماشین قیمت بها را هم داشتین، فرزندک‌های نازنین هم داشتین، مغازه را هم داشتین. راستی باور نکردنی شما در اینجا کار کردیستین. بخیره. یک چیزی هست در زندگی بچم که خودم باوری نداشتم. میگه که زندگی به پستی بلندی نمیشه. الان یک خیلی پستی ها شد یک خیلی بلندی شد. راست میگی بچم خانه داشتم، مغازین داشتم. همه شب از زندگی تقسیم کردیم در فرزندو. گفتم که بعد دختران جنجال نکنن. یکی نمورده جنجال کردن. نمورده علاقه بار زیادتی شدیم. بچه ها با یکدیگر جنگ کردن. کلینو خوش قواق کردن. داماد قطعی دختر جنگ کرد. گیر بر اوچه زیادیه. گیر بر از خانه همونا دیدم ما در یک ورتیره اگه جوره گرفتیم. ما ای ده کم باشه بچم بود بمیمنتگ این خودم. خوشبختانه زندگی دارم. مواشک ما میگیرم بیغم و قربت برکه یابن. جای باشن سلامت باشن فرزندو. خدای توفابونو زیغ نشین. میگن که حق به حقدار حتما میرسه. همه چی جواب و سوال داره. بعد یک چی خدا جان اگر شما رد نکنین من یک پیشنهاد دارم. من روسی گپ کارخانه دارم 18-19 تا کارگر دارم. همه همه عبید میتم در وقتی کار هم اوژم. کجایی من میدونم مادرم دایم نقل میکرد که آقای توفابونو بهترین کدبانو بهترین خوراکا را آماده میکنه. بهترین چیزا را با پیش شما را میرفتن که انا تورپزی را یاد بگیرن، پیروگپزی را یاد بگیرن، دیگر چیزا را ای شما می اومدن می آموختن و من همین چیزا در یاد دارم. من دایم اوچم میگفتم که انا همون تورتی که خدای توفابونو میپزه انم خیلی بپز و همین خاطر میدونم که دستتون گلای. اگر که شما رد نکنین من شما را هم تو یک پاور در کارخانه خودم دعوت کنم هم کار کنیم خدا جان. هم خونه که گرم داره در همونجا زندگی میکنین مواشک خوب میگیرین در جای گرم زندگیتون رو پیش میبرین با ما به قدر امکان کمک خودمون میرسونیم. رحمت کلام بچم. رحمت به پدر و مادر که تو چنین تربیه کردن. برکت زندگی بینی ما دامی فرزندم ما تربیه کردن خطا کردم. ای بی خودم ارکا کردم. چیزی خواستن خریدم، چیزی خواستن پوشیدم. یکی تربیهشون خطا کردم. میدونی چی بچم؟ آدم در زندگی ضربه از آدم بیگانه نمیده. شخصی نزدیک خودش.
عذری زیاد برادرجانا که کمی هم باشد وقتی قیمت شما را میگیرم. اگر شما همین نوار را تماشا کرده باشین و همین گونه رولیک های تربیتی با شما پسند باشد، فراموش نکنید در کانال پادپیسات میکنیم، در نوار یک دونه لایک میمونیم، در کامنتاری حتما یک سخنی خوب مینویسیم و انشالله که با عایده خوبتر و بهتر رولیک های تربیتی پیشکش میگردانیم. واقعی در پناه خدا باشین.